تو که خطایی مرتکب نشده ای. خداوند اینجا حاضر و ناظر بود و من از این عروس خواستم که از من نزد آمنحتب یاد کنم. اگر آمنحتب بداند که تو بیگناهی و در جهت نجات تو اقدام کند عیب است. اگر من دیگران را دلگرم به عنایت خداوند توانا کنم اما خود به مساعدت غیر دلگرم باشم عیب نیست. یعنی غفلت. تو فقط خواستی که فرمان روا از حال تو غافل نباشد و متوجه بیگناهی تو شود. همین. آنجا که خداوند ناظر و متوجه بیگناهی من است چه نیاز به توجه غیر؟ من از خداوند پوزش می‌طلبم، توبه می‌کنم.